سلام یابو جان، خوبی؟ آخر خوبه؟ یونجت که زیاد نشده. گوسفندا همه خوبن؟ بابات چطوره؟ میبینی همون یه انتخاب اشتباه بابات چجوری به خاک سیاه نشوندت؟ یعنی تو ویکیپدیا هم که بری نوشته تو اسبی، اما این بی‌وجدانا میگن تو فقط باید بار ببری. نمیدونم چیزی کم میومد از کسی اگه میذاشتن تو هم بری سوارکاری یا مسابقه شرکت کنی؟ پسر چقدر بخیلن آخه اینا. حالا تو که غریبه نیستی، ولی بلا نسبت خیلی از ماها هم با تو همدردیم و به همین وضع دوچاریم. هرچی میریم جلوی آینه، هرچی کروموزومامونو میشمریم، هرچی تو گوگل سرچ میکنیم، هرچی به هم نوعامون نگاه میکنیم، میبینیم والا ما هم آدمیم، اما نمیدونم چرا فقط میتونیم بار ببریم. یابو جان، ما هممون به نوعی داریم چوب اشتباه پدرامونو میخوریم. باور کن ما خیلی به هم شباهت داریم. الان یه مدت اینقدر این گاو و گوسفندا کشیدن بالا، ما هممون مثل خودت گیاهخوار شدیم. گلاب برود طرف با اون قیافش که از دور با چشم غیر مسلح هم داد میزنه چند تا کروموزوم کم داره، در میاد میگه من ژنم خوبه. یکی هم نیست بگه آخه عزیزم تو اگه ژنت خوب بود که بابات تا 60-70 سالگی زبون باز کرده بود و لااقل یه مامانی، ددایی، قاقایی چیزی میگفت. به جان یابو یه مدت به خودم دلداری میدادم، میگفتم اگه این دنیامون سوخت شد عوضشون دنیا تلافیش در میاد. بالاخره میریم اونجا یه جوب عسلی هست، یه دلی از عزا در میاریم. پیش خودم میگفتم همین رو پل صراط خیر همشونو میگیرم و دق دلمو خالی میکنم. بعد یه شب خواب دیدم قیامت شده بود. رو پل صراط داشتم میرفتم، یه خورجینم رو کمرم پر بود از وسایل یه بابایی که هی با ترکه میزد پشتم و میگفت هوش. بعدم درب و داغون رسیدیم بهشت. بارمونو که خالی کردیم گفتن بارنامه نداشتی، 500 تومان جریمه میشی، گواهینامت هم ضبط میشه. هرچی گفتیم بابا صاحب بار که یکی دیگه بوده، اون باید بارنامه میگرفته، به خرجشون نرفت که نرفت. گفتیم جهنم، حالا که تا بهشت اومدیم اقلا بریم لب جوب یه عسلی بخوریم. رفتیم دیدیم ای بابا همش کف و لنگ و کثافته که تو جوب میاد. پرسیدیم مگه این جوب عسل نیست؟ گفتن چرا، اما امروز جمعه است، ماشیناشون آوردن اون بالاتر لب جوب میشورن. خلاصه از خواب پریدم تو این زندگی که نه دنیاش به ما روی خوش نشون داد نه آخرتش. ولی خدا وکیلی پسر، بیا و تو تقاس هممونو بگیر. یه روز بالاخره دلتو بزن به دریا و قید این یه لقمه یونجه رو بزن و یه جفتک بزن زیر همه چیزو خودتو خلاص کن. بلکم یه امیدی شد واسه ما که آره بابا یه راهی هست. به بچه های طویله سلام برسون. قربانت، حامد.